سلام بچه ها، به یه ولگ دیگه خوش اومدین. امروز بچه ها مدرسه بودن دیگه، منم از این فرصت استفاده کردم که درخت کریسمسم رو آماده کنم که میان یه ذره کمتر ذوق زده شن، انقدر به هم نریزنش. دیگه همه چراغاشو گذاشتم اینجا. الان بچه ها اومدن خونه، این لامپا رو که گذاشتم انقدر ذوق کرده بودن. بالاخره دووم میاره دیگه، باید عادت کنن. بعدا هوا خیلی خوب بود دیگه، گفتم با مامانم بریم لب دریا. مامانم لب دریا زندگی میکنه، نزدیک به دریا. دیگه بردمشون بیرون، یه جایی بودش که شن و اینا بغل پارک داشت. بچه ها دیگه حسابی لذت بردن. هوا آفتابی بود ولی یه نمه سرد بود. خب امیدوارم که بچه ها مریض نشن فقط. ولی خیلی خیلی لذت بردن. بعد از اون با مامان رفتیم یه کافی شاپ نشستیم، یه چیزی خوردیم. بچه هم که واقعا امروز لذت بردن، عالی بود.